تماس نگرفتن؟ اصلا هیچ مخالفی تماس نگرفته؟ اهل سنت هستن ایشون؟ خیلی خوب. آقا عباس از نقد، سلام علیکم و رحمت الله. حسینی مبارک و از این شبکه جدید دیدم، تبریک عرض میکنم. زنده باشید ان شاء الله. ما ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنیم خدمت عباس از نقد هستم، شاید یادتون بیاد. زنده باشید ان شاء الله، در خدمتتون خوبی؟ دعایت از اینی خوبه، نوادشون خوبه؟ الحمدلله، خدا رو شکر به لطف شما. تشکر میکنم. آقای حسینی، وجدان شما چرا یه طرف به قاضی میرید؟ من یه طرفه به قاضی رفتم؟ بله. من از شما عذرخواهی میکنم اگه یه طرفه رفتم. بحث هجوم شما طرف دوم تشریف آوردید اینجا، یه طرفه به قاضی نریم، شما بفرمایید. خب شما این بحث هجوم رو میگید. بحث هجوم رو یکی از عالمان دینی نگفته، من قبول ندارم اصلا. ولی بحث شهادت مهمترین بحثیه که شما برادران میخواید ریشه تفرقه رو افزایش بدید. میدونید چرا؟ چون حضرت فاطمه شهید نشده، فردی به نام محسن هم در شکمش نبوده. چجوری بوده؟ حالا یه آقا عباس میذارید پله پله جلو بریم. بله. فرمودید اصل مسئله و قضیه هجوم به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها رو هیچ کس منکر نیست؟ نه. شما با این اعتقادی که دارید کسی به منزل کسی حمله ببره غضبناک بشه، حکمش چی میشه؟ دو حالت داره، سه حالت. هجوم میبره شور میکنه، هجوم میبره میزنه، هجوم میبره خراب میکنه. هیچ کدوم از این موارد بوده؟ هجوم ببره اصلا وارد خونه نشه، داد بزنن پشت در خونه. خب گفت به حضرت فاطمه، گفت به حرمت این که دختر پیامبری به این افراد بگو بیان بیرون، چون تفرقه ایجاد میشه. نه بهشون حمله کرده. هجوم بود. آقای حسینی، آقا عباس، محسن جانم شما فرمودید هجوم. حالا الان یه پله مجبور شدید بیایید پایین. چرا؟ چون اتاق فرمان تصویر مانیتور بنده رو نشون بدن. کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری جلد سوم، روایت صحیح السند در صفحه شماره 167. پیامبر اسلام میفرماد خداوند غضبناک میشود با غضب حضرت زهرا و راضی میشود با رضایت او. سند صحیح، سند روایت هم صحیحه. کسی برن هجوم ببرن به منزلش راضیه یا غضبناک؟ میدونید که این الفاظ در فرمودن پیامبر زمانی که حضرت علی میخواد با دختر ابوجهل ازدواج کنه. یعنی امیرالمومنین هم حضرت زهرا غضبناک کرده. پس هم ابوبکر هم عمر که خلیفه اول و دوم شما هستن، هم خلیفه چهارم شما امیرالمومنین باعث غضب حضرت زهرا شدن، از عدالت ساقط میشن. نه، حضرت علی قرار بود ازدواج کنه با دختر ابوجهل. پیامبر ناراحت شده، گفت که منو ناراحت کنه، فاطمه رو ناراحت کرد. این که جهل و دروغ تاریخیه. میدونید راوی روایتی که شما میفرمایید مسور ابن مخرمه است. مسور ابن مخرمه این رو نقل کرده. میدونید مسور ابن مخرمه اونجا تو اون روایت که نقل کرده چند ساله بوده؟ ما اگر این روایت رو میخونیم سندهای مختلفی داریم، از عایشه هم داریم دیگه. اونجا عایشه است، مسور ابن مخرمه نیست. روایت که اون جعلیه. ولی اگر بگیم باشه سلمنا، اونم میپذیریم. اینجا دردی دوا نمیکنه از کسی که بخواد بیاد از عدالت دیگران دفاع بکنه. چون اینجا هم امیرالمومنین که خلیفه چهارم شماست، امام علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم شما زیر سوال رفت که غضبناک کرد حضرت زهرا سلام الله علیها رو. هم ابوبکر و عمر که حمله کردن به منزل حضرت زهرا، سه تا خلیفتون تمام شد کارشون. یعنی درستش کردین، واقعا پاسخ دادین. حضرت علی، حضرت پیامبر در اون موقعی که حضرت علی ناراحت شدن، بعدن حضرت علی ازدواج نکردن با دختر ابوبکر. روایتش هم صحیح. این یکی باشه. حسینی خیلی خوب. یه مسئله رو بذار پله پله اگر تو این موضوع بفرمایید. پس امیرالمومنین باعث غضبناک شدن حضرت زهرا نشدن، ولی کسان دیگه هجوم آوردن غضبناکشون کردن، یعنی خدا رو غضبناک کردن. حالا اینو شما بله. خب آقای برادر بزرگوار، آقا عباس، این بله گفتن خیلی بله گفتن سنگینی ها. نه، شما همین مستقیم نسبت میدید به ابوبکر و عمر. خب پیامبر در کل گفته هر کی فاطمه رو ناراحت کنه منو ناراحت در کل هر کسی میخواد علی ابن ابی طالب باشه، میخواد ابوبکر ابن ابی قحافه باشه، هر کسی غضبناک میکنه حضرت زهرا سلام الله علیها رو، خود خدا رو غضبناک کرده. درسته. هیچ حرفی تو این نیست. این که شما به این راحتی میپذیرید میگید بله غضبناک کرده، غضبناک کردن خداوند، من عبارتشو بیارم که ادامه بعضی از این احادیث چیه، یعنی ملعون بودنشه. مسئله بخشش حضرت فاطمه هم هست که حضرت علی رو بخشیده. در مورد فدک هم با حضرت ابوبکر اصلا صحبتی نکرده تا اینجا که میدونید چرا حسینی؟ چون فدک اصلا ملک پیامبر نبوده، خمس بوده، یعنی غنایم جنگی. من اصلا بحث فدک مطرح نکردم. دو تا مسئله شو اجازه بدید.
میفرمایید حضرت زهرا حضرت علی رو بخشیده؟ بله 100 چون ازدواج نکرد دیگه بخشید. دختر پادشاه را دادم. شما به پسر پادشاه میخواد بره ازدواج کنه دختر ابوجهل. اگر ازدواج نکرده که دیگه بخشش نیاز نبود، یا غضبناک کرده است از امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها که ما او رو جعلی میدانیم ها. بله یک کیفیت نقلی در اجازه بفرمایید شما اهل سنت یه روایتی در موردش از مسور ابن مخرمه دارید، ما یه روایتی در علل الشرایع داریم. حالا اون علل الشرایع سندش به چه شکل، روات مجهولش، با اون کار ندارم. اون کیفیتی که اهل سنت گفتن که باعث غضبناک شدن حضرت زهرا سلام الله علیها شد امیرالمومنین، شما میگید حضرت زهرا بخشید. ما میگیم نه خیر. اون موقع اگر بر اساس اعتقاد شما باز خلیفه چهارم شما زیر سوال رفت و روایتی ندارید که حضرت زهرا این مسئله رو بخشیده باشه. دارید؟ اگه دارید بفرمایید. نرم افزار جلو من جستجو بزنم. نه من فعلا جستجو نمی‌کنم. شما می‌خواید منو در مورد شما بهتر از من می‌دونید که بخشید. حضرت زهرا حضرت علی رو بخشید. عزیز من حرف داخل دهن من نگذارید. بگید بهتر از من میدونید بخشید. من میگم اصلا باعث غضبناک شدن حضرت زهرا سلام الله علیها نشده امیرالمومنین که حضرت زهرا بخواد ایشونو ببخشه. خود ایشون هم تصریح میکنن. بله آیا حسینی میدونی منظور من چیه؟ الان منظور من در کل اینه، این حرفایی که رد و بدل میشه چه در شبکه شما چه در شبکه اون آقایی که من هیچ وقت باشون حرف نمیزنم، این مسائل باعث کدورت بیشتر. ما شهرستان نقده برادران اهل تشیع داریم. خب اینقدر باشون صمیمی هستیم که دوران فاطمی نمیتونیم باشون حرف بزنیم. خدا بهتون خیر بده آقا عباس. من اول برنامه چی عرض کردم؟ گفتم قضیه تقریب، قضیه بحث وحدت داشتن حالا به معنای صحیحش، قضیه زندگی مسالمت آمیز، قضیه این که من دشمن بخواد به شما یا آقا عباس حمله بکنه من جان خودم رو فدا کنم که به شما خللی وارد نشه، ناموس شما رو حفظ بکنم، ناموس شما اهل سنت رو ناموس خودم بدونم، این یه مسئله است. ناموس شما اهل سنت، ناموس زرتشتی‌ها، ناموس مسیحی‌ها در داخل کشور ناموس ماست، این یه قضیه است. حق نداره کسی چپ نگاه کنه. این مسئله که ببینید حق حضرت زهرا سلام الله علیها است. حق و باطل در مسئله صدر اسلامه، واقعیت و حقایقی که فقط اهل سنت ما داریم استناد می‌کنیم به علماشون دیگه. امشب به جز اون اول که از شیخ طوسی آوردم نقل علمای اهل سنت، این یه مسئله است. شما پس آقا عباس معتقدید که هجوم، بذارید پله پله پیش بریم، هجوم نسبت به منزل حضرت زهرا سلام علیها رخ داده است، درسته؟ بله. خب این یه مرحله تا اینجا. نکته بعدی، شما فرمودید که اصلا فرزندی به اسم حضرت محسن علیه السلام نداشته است، درسته؟ تو شکمش نداشته، چون معلوم نبود پسر بود یا دختر بود. شما چجوری میگین مسلم بوده آقای حسینی؟ سوال قشنگیه. اگر دختر و پسر بودنش معلوم نبوده چطوری ما میگیم که پسر بوده؟ آیا پیامبر میتونسته بفهمه جنینی که در شکم حضرت زهرا سلام الله علیها است دختری یا پسری یا نه؟ نه دیگه فوت نکرده بود مگه پیامبر؟ خب اشکال نداره. روایت میتونه داشته باشه در این مورد یا نه؟ اون لحظه هجوم که نامگذاری نکردن، موقع هجوم پیامبر شهید شده بودن، از دنیا رفته بودن. خب شهید شده بودن، نه فوت کرده بودن، نه چه میدونستن حضرت فاطمه محسن تو شکمش داشته؟ ببینید اصلا موقعی که امیرالمومنین با حضرت زهرا سلام الله علیها ازدواج هم کردن، کنیه‌های استفاده میشد برای حضرت، مثلا ابوالحسن. بعضی وقتا نامگذاری از قبل رخ داده بود. این چه سوال و شبهه که شما مطرح می‌فرمایید. بعد در مورد خلفا خودتون دارید که اینها میدونستن قبل از اینکه به دنیا بیاد دختر بوده یا پسر بوده. نکته بعدی اصلا درست نیستن اینا در مورد خلفای خودمون. ما حضرت علی هم خلفای خودمون میگیم، ولی شما چیزی که بهش نسبت میدین میل خودتونه. ولی اصلا پیامبر خودش گفته من هیچی نمیدونم در رابطه با هیچ چیز تو دنیا تا خدا بهم قدرت نده. چجوری حضرت علی میدونسته و بقیه میدونستن مثلا این پسر این دختره؟ مگه چجوری خلفای شما میدونستن؟ شما مثل که قبلا ظاهرا شما قبلا برنامه ما رو ندیدید، عباراتی که آوردیم که خلفای شما قبل از اینکه بچه‌ای به دنیا بیاد میدونستن در مورد سهم الارث چی گفتن و علمای شما حتی آمدن نسبت بهش استناد کردن و استدلال کردن. این که حالا شما ورود پیدا کردید به بحث علم غیب، اون مسئله بحث دیگه ایه. پیامبر میدونسته، خوب هم میدونسته اگر اراده میکرده. انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. این که دیگه آیه قرآنه. پیامبر اسلام از همه انبیا بالاتر بوده. قبول دارید این رو؟ بله بالاتر. پس چطور میشه که پیامبری که قبل از پیامبر اسلام بوده است از داخل منزل مردم با خبر بوده
از چیزی که میخوردن با خبر بوده. پیامبر اسلام نمیتونسته با خبر باشه، نمیتونسته بفهمه بچه‌ش چیه. پیامبر اسلام پس چجوری نگفتی حضرت فاطمه زهرا شما که فوت میکنی حضرت علی 7 روز بعد شما ازدواج میکنه؟ چه نیازی داره همچین چیزی رو بفهمم؟ چه بسا فرموده باشه. چه اشکالی وارد آقا عباس آخه چه استدلالی دارید میاری؟ آیا حسینی خیلی تناقض داره، چون حضرت فاطمه فوت کردن، شهید نشدن. تقویمای خودتون میگن تا سال 70. من که ندیدم، گفتم همین نشون دادن تقویمات تا سال 70 فوتش بوده. آقا برنامه آقا من دارم برای شما از قرن سوم چهارم هجری میارم. شما از تقویم 50 60 سال قبل صحبت میکنیم با ما. من دارم از ابن ابی دارم متوفای اواسط قرن چهارم برای شما میارم. من از ابوبکر بن ابی قحافه قرن اول میارم برای شما. شما میفرمایید تقویم 20 سال پیش، تقویم 40 سال پیش شده. آیا حسین شهادت همینجوری پیدا شد؟ فوت کردن. خودتونم میدونید بهتر از من، میدونید که فوت کردن نه شهید شدن. نه خیر، اگر از من میپرسید قطعا شهید شدن، همینطور که این عالم اهل سنت ابوبکر بن ابی داره هم نسبت به این مسئله تصریح کرده بود و این قضیه خلاصه قضیه‌ای نیستش که شما به این راحتی بخواید رد کنید. نسبت به ابوبکر بن ابی داره هم هیچ صحبتی رو نفرموده بودید. آیا حسین یه سوال دارم دیگه، خودتون بعداً قضا در همون موقعی که میگید حالا چشم من این سوالاتون رو جواب میدم. یه سوال میشه ازتون بپرسم؟ بله بفرمایید. حضرت زکریا چطوری فرموده بودن که جنین داخل شکم چیه؟ حضرت مریم چطوری حضرت عیسی رو تشخیص داده بودن؟ اون وقت معجزه‌های اینجوری بوده. زمان پیغمبر به غیر از قرآن معجزه دیگری ما نداشتیم. شما اهل سنت هم نمیتونم بگم. آقا عباس عزیز، پیامبر فرمودید پیامبر خاتم از همه پیامبران گذشته بالاتر بوده. حالا که اینجا بحث حضرت زکریا حضرت مریم علیهم السلام شد، میگید اون موقع معجزه بوده، زمان پیامبر معجزه نبوده؟ پیامبر با معجزه نمیتونسته اینو بفهمه؟ مردم اون موقع با الان فرق میکرد. خودتون بهتر میدونید معجزه پیامبر فقط قرآن بوده، هیچ چیز دیگه نداشته. چرا اینو آقا عباس عزیز بزرگوار، این همه کرامات شما خودتون نقل کردید از پیامبر. کرامت فرق میکنه. باشه اینم بذارید ذیل کرامت. اگر یک پیامبری میتوانسته است با اعجاز یا کرامت فرزندی رو تشخیص بده، خب پیامبر خاتم هم میتونسته تشخیص بده. قبوله، حرف شما قبول. خب خدا حضرت محسن همون موقع شهید شدن، موقع ضربه زدن، یا این 6 ماهی که حضرت فاطمه زنده بودن فوت شدن. آنچه که ما معتقدیم نسبت به زنده بودن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از شهادت پیامبر، اعتقاد ما 6 اشهری نیست که صحیح بخاری از عایشه نقل کرده. بله. ما اعتقادمون تعداد روزهای کمتریه. ما اصلا معتقد نیستیم 6 ماه بعد حضرت زهرا سلام الله علیها زنده موندن. خب کمتر شده. حالا بعضیا 75 روز، بعضیا 95 روز گفتن. حالا مشکل اینجا چیه؟ چجوری تو این فاصله رفته 3 بار ادعای فدکو کرده؟ مریض نبوده مگه؟ شکمشو ضربه نزدن، پس چجوری رفته ادعای فدک کرده، ادعای ارث و میراث کرده؟ آیه قاضی برنامه استاد ابوالقاسمی رو شما دیدی در همین شبکه؟ نه خیلی مشتاقم ببینم، اصلا یعنی 3 سال اصلا خیلی مشتاقم دوستان خودم رو ببینم. ولی نمیبینم. تازه ملق شدم به شما. بزرگوار راجع به تقویم که گفتید من که جوابتون رو دادم. تقویم هایی هم داریم قبل از انقلاب که در مورد عرضم خدمتتون که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. این رو که داریم. نکته بعدی راز تقویم برنامه بود که همین امشب از شبکه ولیعصر پخش شد. تقویم های مختلف، چندین تقویم از قبل از انقلاب که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو بهش تصریح کرده و در اونجا آورده. این نکته بعدی. مسئله مهم در این مورد اینجا این بود که شما میفرمایید آقا چطور میشد پیامبران، ما عرض کردیم پیامبران قبلی اعتقاد نسبت به علم نسبت به فرزند داشتن قبل از به دنیا آمدن. شما میفرمایید پیامبر امکان نداره داشته باشه همچین علمی داشته باشه. حالا سوالتون میفرمایید چطور پس این مدت حضرت زهرا سلام الله علیها چند بار رفت فدک رو درخواست کرد؟ اولا این درخواستی که ما حضرت زهرا سلام الله علیها داشته است و قضایای خطبه فدکیه رو فقط ما نداریم. ملاحظه بفرمایید کتاب بلاغت النساء ابن تیفور، کلام فاطمه و خطبتها و خطبها، اینجا آمده است کلام فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. مطلبی رو نقل کرده، مقدمی رو دارد و بعد خطبه فدکیه رو آمده نقل کرده و لنا اهل البیت ثم ذکر الحدیث قال لما اجمع ابوبکر علی منع فاطمه بنت رسول الله فدکم و بلغ ذلک فاطمه. خطبه فدکیه رو شما هم دارید.
نکته بعدی این که اشاره کردن به برنامه استاد ابوالقاسم اینه که هجوم یک بار اتفاق نیفتاد. بله. یک مرتبه تهدید بوده است و مراتب بعدی داشته هجوم که این از لحاظ زمانی باید فاصله داشته. حالا شما فکر بکنید تهدید صورت گرفته، حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه فدکیه رو خواندن، قرائت کردن در مسجد، فدک رو مطالبه کردن، در همون خطبه فدکیه هم دارن تهییج میکنند مردم و بنی هاشم رو به اینکه در مقابل حکومتی که الان قدرت رو به دست گرفته بایستن. بله. خب اینجا چه مشکلی پیش میاد؟ بعد که حضرت زهرا سلام الله علیها برگشتن به منزل، فکر میکنید هجومی که منجر به شهادت حضرت شد اونجا اتفاق افتاده؟ این قابل جمع با هم برادر بزرگوار. درسته. بله. خب خدا خیر. همین کتابا فاصله زمانی بیشتر از 6 ماه نیست. مال شما میگید چند روز، مثلا چند روز بیشتر عمر نکرده فوت کرده، مال ما بیشتر از 6 ماه نیست، مال شما کمتر از 6 ماه. یعنی تو فاصله که پیامبر فوت کرده تا این مسئله که حضرت فاطمه فوت کرده مسائل اتفاق افتاده. درسته یا نه؟ شما 6 ماه رو دارید در صحیح بخاری به نقل از عایشه، شما 20 چند روز رو دارید. ما 2 تا قول معروف و مشهور داریم، اقوال دیگه هم هست. البته شما هم خودتون قولای دیگه ای رو علماتون نقل کردن. من بر اساس روایت عایشه در صحیح بخاری رو عرض می‌کنم. خب حالا سوال بعدیتون چیه بر اساس این؟ ایراد کار چیه؟ یعنی وارد بحث دیگه بشم به غیر از این؟ با 5 دقیقه تا آخر برنامه فرصت داریم. میخواد یه جنبندی بکنیم آقا عباس عزیز؟ آره دستتون درد نکنه. یه بحثی از شما فرمودید که آقا اینها باعث دلخوری میشود و چه میشود. ببینید آقا عباس، پیامبر هم که آمدن یه سری حقایق رو برای مردم روشن کردن و شفاف کردن، خب طبیعتاً باعث دلخوری بعضی‌ها شد. خب ما نباید اعتقاد داشته باشیم که ما حق رو بیان بکنیم و همه بگن همه خوششون بیاد. اصلا یکی از ویژگی‌های منافق اینه که هر چی بگه همه خوششون بیاد. خب پیامبر سخنانی که میفرمود همه خوششون نمیومد، امیرالمومنین سخنانی که میفرمود همه خوششون نمیومد، انبیا الهی هم همین بودن. خدا مگر صحبتی داره تو قرآن همه خوششون میاد که بگیم ما یه حرفی نزنیم به بعضیا بر بخوره؟ بله. بر میخوره بهش. منتها چارچوب داره، ادب داره، آداب داره. من اگر بیام اینجا شروع کنم نسبت به خلیفه اول و دوم مثلا لعن کردن، 100 سال دیگه من این کارو نمیکنم، 1000 سال دیگه این کارو نمیکنم. یک دونه اهل سنت رو کره زمین وجود داشته باشه من این کارو نمیکنم بیام جلوی تریبون شروع بکنم لعن کردن مثلا مقدسات اهل سنت. مقدسات اهل سنت. ولی وقتی که بیام بگم خب عالم اهل سنت ابوبکر ابن ابی دارم امام بوده است، حافظ بوده است، چه جایگاهی ثقه بوده است نزد حاکم نیشابوری و اینها که نشون دادم مصادر رو علمی، بیام بگم بابا ایشون یه همچین اعتقادی داشته. خب چطور میشه که یک عالم اهل سنت ایشون و دیگران اگر روایت صحیحی، اگر روایات متعددی وجود نداشته باشه اعتقاد به شهادت حضرت داشته باشن، اعتقاد به وجود داشته باشن؟ این یه مسئله علمیه، این دیگه منافی با وحدت نیست. الان شما آقا عباس کینه از من به دل دارید؟ نه من فقط یه آرزو دارم ان شاءالله به حقیقت فوت حضرت فاطمه میرسید. این یک همین تو همین فاصله زمانی هم نمیشده حضرت فاطمه هم شهید بشم، این همه کار بلا به سرش بیاد. یعنی فاصله 6 ماه بهتر از چند روزه، 20 چند روزه. چون 3 بار از شبکه ولایتی که نگاه کردم که حضرت فاطمه 3 بار رفته پیش ابوبکر و ادعای فدک و اینا را کرده. اصلا پیامبر ارثی نداشته، باغی نداشته که بکاره و به فاسد فاطمه برسه. باغ ملک پیامبر نبوده. آیا حسینی خودت هم بهتر میدونی این غنایم یهود بوده. بزرگوار حضرت زهرا سلام الله علیها 3 تا چیز طلب کردن از خلیفه اول. این روایت صحیح بخاری هم هست. فقط فدک نبود، قضیه خمس خیبر و اینها در کنار فدک. من بحث فدک الان اینجا ورود پیدا نمی‌کنم، نشون دادم حضرت زهرا سلام علیها مطالبه کردن. مطمئن باشید حضرت زهرا سلام الله علیها علمشون به اینکه پیامبر ارث باقی میگذاره یا نمیگذاره از من و شما بیشتر بوده. اینو قبول داری؟ والله اینو نمیتونم قبول داشته باشم. نه مگر اینکه شما بگید دختر پیامبر تنها مورث پیامبر به عنوان فرزند نمیدونسته پیامبر ارث میذاره یا نمیذاره، بعد یه کسی دیگه همین یه دختر خبر بوده حسینی، همین یه دختر داشتن. بله بعد از زنای حضرت عثمان هم دختر پیامبر نبودن، ارثی نداشتن. ما معتقدیم که تنها فرزند از پیامبر از حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. نه 3 تا دختر داشتن، 2 تاشون زن عثمان بودن، یکیشون فوت میکنه بعدم با اون یه قضیه بحث دیگه است. اون قضیه بحث دیگه است. از اساس با همون بخاری و مسلم همین ادعای شما زیر سوال میره. حدیث ابن عباس. خب حدیث ابن عباس در مقایسه فضیلت امیرالمومنین و عثمان که میاد اونجا مطرح میکنه عبدالله ابن عباس میگوید که
ویژگی امیرالمومنین این است که داماد پیامبر بود، این ویژگی رو برای عثمان نمیاره. اگه ویژگی مشترک بود میگه برای دوتاشون. پس اونم با صحیح مسلم میتونیم جواب بدیم، فرصتمون الان کمه. دونه دونه اینها رو حضرت علی پیش یه جنبندی آقا عباس. قضیه هجوم ثابته، قابل انکار نیست. نه الان هجوم ثابت هست یا نیست؟ نه من پیش من ثابته که رفتن خونه. همین آقا عباس عزیز اهل سنت، همین قضیه که هجوم نسبت به قضیه هجوم شما امشب میفرمایید که قضیه ثابته، قابل انکار نیست، روی همین بسیار مبانی دیگه چیده میشود. آیا حضرت زهرا راضی بود یا نبود؟ آیا غضبناک شد یا نشد؟ آیا پیامبر راضی به این هجوم بود یا نبود؟ آیا حجت شرعی در قرآن و روایت برای این هجوم وجود داشت یا وجود نداشت؟ آیا ابوبکر مردم راضی به بیعت باش بودن یا نبودن؟ آنجایی که ابن حزم اندلسی میگه لعن الله کل اجماع یخلف عنه علی ابن ابی طالب، خدا لعنت بکنه هر اجماعی رو که امیرالمومنین ازش بیرون بیاد، آیا در این اجماع امیرالمومنین بود یا نبود؟ همه اینا سوار بر همین مسئله هجوم میشه. ممنونم از شما آقا عباس که مؤدبانه صحبت کردید. در نکنه. دست شما. بازم تشریف بیارید تو خط برنامه‌ها. چشم به کردی میگم به ساوا. زنده‌باش. دلخور که نیستید از دست ما. نه چشم مای بابا عزیز مای گل مای دستتون در نکنه. یا علی مدد خدا نگهدارشون. ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند. یک نکته رو فقط این پایان برنامه خدمتتون عرض کنم. خب دیدید عزیز اهل سنتی هم که آمد این گونه پذیرفت قضیه مسئله هجوم رو. همه ما میگیم راضی ام به رضای خدا، خداوند فرمود راضی ام به رضای فاطمه سلام الله علیها. یعنی چی؟ یعنی اینکه بر اساس همین روایتی که خداوند با رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها رضایتمند می شود و با غضب او غضبناک می شود، یعنی خداوند راضی به رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها است. قلوب نیست، به خاطر عصمت است. این رو ما نمیگوییم که خدا نعوذ بالله مقلد حضرت زهرا سلام الله علیها است، نه، متأ حضرت زهرا سلام الله علیها چنین جایگاهی دارد که خداوند راضی است به رضایت حضرت. شیعه و سنی هم روایت رو قبول دارند.